هر وقت نگاه میکردم چشمم به امام میافتاد قلبم همچین شاد میشد و یه حالت انبساط پیدا میکرد. بله دوست داشتیم امام، خیلی دوست داشتیم. محبت صمیمی صادقانه بسیار عمیقی عزیزان من، ماه رمضان فرصت خیلی خوبی برای شستشوی دل و جان، برای تقویت رابطه با خدا و به این تقویت رابطه احتیاج دارید. شما همه اون احتیاج دارید. فرصتی بسیار خوبی است ماه رمضان. انس با قرآن، انس با نماز، انس با دعا، همین روزه‌ای که میگیرید، اینها نعمت‌های خداست برای شما.